أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سوره الناس آخرین سوره قرآن کریم می باشد. در این سوره الله تعالی پیامبر خدا و هر مسلمان امر میکنه از شر دشمنی بزرگشان که شیطان است، چه شیطانهای انسی یا چه شیطانهای جنی، از شر از اینها به الله تعالی پناه ببرن. میفرماید قل اعوذ، بگو ای پیامبر، بگو ای مؤمن و مسلمان، اعوذ برب الناس، پناه میبرم به پروردگاری مردمان. پروردگاری مردمان، الله تعالی پروردگاری همه مخلوقات است. اینجا ناس تخصیص داده به خاطری که ناس تجاوز بالاش میشه، تجاوز شیطان بالاش میشه، وسوسه شیطان بالاش میشه. با او خاطر وقتی که بالای تو تعرض میشه از طرف شیطان، پناهگاه محکمی داری، به او رجوع کن. او پناهگاه الله تعالی است. برب الناس ملک الناس، مالک مردم است. همه انسان ها در ملک الله تعالی قرار دارن، همه مخلوقات در ملک الله تعالی قرار دارن. اله الناس، معبودی مردم است. الله تعالی معبودی همه مردم است و معبودی همه مخلوقات است. این کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. هم پیش الله ذلیل میاین، عاجز میاین، بنده منقاد بری الله میاین، همه منقادی الله هستند. و این من شیء لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. عبادتی الله تعالی را همه چیز میکنه بجز کفار و انسانهای سرکش و شیطانها و جن و ابلیس و غیره. دیگر مخلوقات همه عبادتی الله تعالی را میکنه. اله الناس من شر الوسواس الخناس، پناه میبرم به پروردگار از چی؟ من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه کننده. الخناس که پنهان شونده است. الخناس صفتی امو شیطانی است که، یا اسمی امو شیطانی است که وقتی که نام الله یاد شوه پنهان میشه، از انسان دور میشه. انسان وقتی که ذکر الله را انجام بتیه از انسان دور میشه. و وقتی که غافل شود میایه وسوسه میکنه. الذی یوسوس فی صدور الناس. در کدام صورت وسوسه میکنه؟ در وقتی که انسان در غفلت است. یوسوس، وسوسه میکنه در دلهای مردم ها. صدور جمع صدر، دلها را میکنه. دلهای انسان ها ماده وسوسه میکند. من الجنة والناس، امی وسوسه کننده، شیطانی که وسوسه میکنه، ای از جن هم است و از انسان هم است. اتونیسته که فقط یعنی اسم وسوسه کننده یا صفت شیطنت فقط امو صفت شیطان و ابلیس بوده باشه. دی انسان ها هم انسانهای ابلیس داره، ابلیس صفت داره، میان وسوسه میکنن، تو را از ذکر الله غافل میکنه، تو را از یاد الله غافلت میکنه، از عبادتی الله تعالی غافلت میکنه. پس از شر اشخاص، شیطانهای انسی و جنی، به الله پناه ببر. وقتی که به الله پناه بردی، الله ذات قادر و مالک و معبود بر حقی است که تو را از شر از اینها نجات میده. هر وقتی که از ذکر الله غافل شدی، الله
شیطان بالای تو مسلط میسازه. دو صورت با دیگر مجبور پس به الله تعالی رجوع کنی. هر وقتی که غافل میشی و شیطان سرت مسلط شد، وسوسه کرد، فوراً پس به الله رجوع بکن. ذاتی است که هر لحظه تو را قبول میکنه. هر لحظه به دروازه از او رجوع کنی توبه تو را قبول میکنه.